سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه یک مد بولیچکی بنهایت آسان تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است. من 400 گرم آرد، 200 میلی لیتر شیر، 50 گرم شکر، نمک، یک قاشق دراج، یک دانه تخم، 30 گرم مساله لازم است. ما در اول من کاسه آورده گرفتیم. ما بینش به شیرامه همراه میکنیم. کمتر نمک آمیخته میکنیم. دراج یک قاشق پرنه همیشه شروع آمیخته میکنیم و این مابین آرد بر اکنون 10-15 دقیقه بالای آرد و همین دراجهای پشت میمونیم. دراجی ما کمتر ورم کرد. اکنون خمیر میکنیم. شکر، مساله آب گرگی، یک دانه تخمه سفیدش همراه میکنیم. زردش روش به لازم. همیشه شروع خمیر میکنیم. خمیری سخت تیار میکنیم. خمیری ما هم تیار شد. سخت و مدت 20 دقیقه نگاه میداریم. خمیری ما هم دم گیره. اکنون به قسم تقسیم میکنیم. به 4 قسم زوال میگیریم خمیرامایه. به 4 قسمی برابر تقسیم میکنیم. هر یک شب اکنون زوالچه میگیریم. زوالچه گرفتیم. اکنون 5-10 دقیقه دیگر می زوالچه همه نگاه میداریم. هر یک زوال همه میپشاییم. من بالای سیلیکانوی коврик بکشاسته میتونید پرگامنتنی бумага بعد پشایی شروع تونم میکنیم. بولیشکی ما در 30 دقیقه دورش تیار میشه. بسیار وقتی بسیار هم لازم نیه برای بولیشکی تیار کنید. اگر لیستتان کلانتر باشد میتونید کلانتر تون کنید. همین لیستی من رزمیرش همین رزمیری коврик برای من بالای همین به شاسیم. هر یک شا مخکرم یک شاییم رزمیر کرد. اکو به داخلش شکلات پسته شکلات میمالیم. میتونید درنش به شکر پاشید یا مربا کنید یا یگان همین ترمیوی میده کرده شکر کتی همراه کرده کنیده میشه. تازی من همین پسته میمالم. همین 4 قبطه شده 4 قبط به همین پسته شکلات میمالم. هر یک قبطش به میمالیم شکلات شروع کرده. دویم قبطشم کشادیم. دویم قبطشم شکلات میمالیم. همه جاش به یک خیل شکلات میمالیم. سیوم قسمش هم میپاشیم. سیوم قسمش به شکلات میکنیم. چهارم قسمش هم میپاشیم. شروع کرده 4 قسم پاشتیم شکلات کرده. قسم آخری میشه. تریلکه مانده بریده میگیریم گیرداشه.
با گردش بالشکه پیچانده میمونیم. mana گردش میگیریم. mana کو می ما باینش با اگم بکاو می mana مایده تر می کلوله زیر کرده. mana کلوله کریم. اکو 4 قسمه تقسیم کنیم. 4 قسمی برابر با اول 4 قسم. یک دو سه. 4 قسم تقسیم کردیم. اکو یک بار دیگه mana با تقسیم کنیم برابر 8 تقسیم میشه. 8 تقسیم. 8 تقسیم شد. اکو می 8 تقسیم های بار دیگر قسم تقسیم کنیم. چقدر نمیگیریم نه اما باینتر میگیریم کارتا. کوتتر ما بریم. mana طرز پیچانیدنش mana می دو قسمه من چیکار میکنیم. اول mana یک بار mana دو بار mana کو اینجاشه میچسبانیم سخت‌تر گشاده نشود. mana کو همه‌ش دیگه جمع میکنیم. همه‌ش این طور میپیچانیم. mana یک بار دو بار تاب دادیم. mana بالا بالی هم زیر کردیم. با یک بار دیگه همه‌ش mana محکم میکنیم. همه‌ش جمع کردیم mana محکم میکنیم. mana گل شکل میشه. mana یک مراتبه mana دو مراتبه mana چسباندیم. گامی دوتا آخرشه mana همه‌ش این طور زیر میکنیم. mana چقدر گل خوش رو تیار شده است. mana چگونه میبینید بالشکی ما تیار شد. mana یک دانه زرده تخمک رو شروع کرده میمالیم بالشکامو با. mana بالشکی ما هم تیار شد. در 15 دقیقه نگاه داشته با مدت 20-25 دقیقه به 180 درجه بعد به تفتان میگذاریم. mana چگونه میبینید بالشکی ما هم تیار شد. mana با شکلات چقدر عجایبات تیار شده است. mana درونش ببینیم شکسته. بسم الله. هر یک قبطش چقدر عجایبات mana پخته است. اگه قبطش خام ماندگی نیه. mana با شکلات چقدر عجایبات با لذت. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.